اعلان فوتی: ماریا جان سخی خانم، جاوید جان سخی، منصور جان سخی پسران، محمود سخی، توریالی سخی، فرید سخی و فریدون سخی برادران، شاهناز جان سخی و پروین جان سخی خواهران، مریم رسولی و راکسان سخی عروسان، محمد عارف عبیدی، محمد یونس عبیدی، محمد همایون عبیدی و محمد داود عبیدی خسربراها، محمد فرید محسن، خلیل الله واحیدی، سرورجان پویاند باجاها به اطلاع دوستان می رسانند که جنازه مرحوم احمد سخی قبلا مدیر احصایی وزارت پلان با روز یکشنبه 30 جنوری ساعت 12:30 بعد از ظهر در هدیره پیرس برادرز سمیتری 621 ویکتوری بولوارد نورت هالیوود کالیفرنیا 91606 به خاک سپرده می شود. بنابر مشکلات کرونایی فاتحه برگزار نمی گردد. انا لله و انا الیه راجعون. دست دعا بلند می داریم که مرحوم مغفور احمد سخی جان خداوند رحمت بدارن، خداوند جنات فردوس نصیبشان بداره، و همه اعضای فامیل گرامیشان ماریا جان سخی و اولادای محترمشان، برادران عزیز منصوبین فامیل، جناب آقای عارف عبیدی صاحب، آقای یونس عبیدی، همایون جان و داود جان عبیدی و بقیه اعضای فامیل گرامی ما و کارکنان تلویزیون پیام افغان عرض تسلیت داریم. آمین یا رب العالمین.